با من کاری داشتین سرورم؟ آره رئیس، بیا بشین، میخوای موضوع مهمی رو بهت پیشنهاد بدیم. ممنون سرورم، همینجا راحتم. راستش رئیس، من و جموم تصمیم گرفتیم برات زن بگیریم. چی؟ ولی من قصد زن گرفتن ندارم سرورم. آخه چرا؟ واسه چی میخوای تنها و سینگل بیمونی؟ راستش سرورم، من به زنها زیاد فکر نمی کنم. یعنی چی؟ نکنه زدی جاده خاکی؟ نه لطفاً اشتباه برداشت نکنید سرورم. منظورم این بود که الان دیگه وقتش گذشته. ببین مپلمو، بهانه نیار واسه ما، چون واسط یه زن خوب سراغ داریم که اگه اونو بگیری هم ثواب میکنی و هم از تنهایی در میای. منظورتون چیه؟ ببین رئیس، اون زن که هست تایپ خودته، اما چون کافره اگه تو اونو بگیری شاید از بت پرستی بیاد سمت یکتا پرستی. اما سرورم، ببین رئیس، اما و اگر نداریم، همین الان زنگ میزنیم و واسه خواستگاری هماهنگ میکنیم، شما هم برین یه صفایی بدین به خودتون که مرتب به نظر برسین. خب پس منم برم گوشیمو بکشم از شارژ و یه زنگ بزنم که واسه فردا هماهنگ باشیم. سلام بر دوست قدیمی و یار جنگی من. حالتان چطور است امپراتور؟ سلام عشقی داداش، من خوبم، شما چطوری؟ بانو زولیخا و جناب پوتیفار خوبن انشالله؟ خوبم خدا رو شکر. سلام دارم خدمت شما. چه عجب یادی از ما کردین.